کائنات باید چیکار بکنه برای تو که تو بفهمی آقا به خدا این نشونه است؟ کائنات دیگه چه چیزی، یعنی مستقیم باید بکنه تو چشه تا تو بفهمی آها اینی که الان دیدم نشونه است. معجزه، این تو جهان من اتفاق نمیفته. اگه الان اتفاق افتاد معجزه. این کارو باید باهات بکنه کائنات تا تو ایمان بیاری به نشونه هایی که میاد برات. یا هر چیزی میتونه نشونه باشه، یا این جهان سراسر نشونه است. چی هستن این نشونه ها؟ سلام به روی ماهت. خیلی خیلی خوش اومدی به چنل خودت. در واقع مال توه، واقعا چنل میترا لایف، جایی که تمام تلاشم اینه هر چیزی که منو به رشد و موفقیت، به ذهن آگاهی از طریق مباحث متافیزیک نزدیکم بکنه باهات به اشتراک بذارم. همین اول کاری بگم، اگه اولین بار منو میبینی، من سرم درد میکنه برای مباحث متافیزیک. اگه الان 1 ساله که با منی، خیلی مخلصم. بفرمایید. امیدوارم عالی باشی. ببین، توی این ویدیو میخوام راجع به یک سری افرادی صحبت بکنم. نه که مثلا بگن چجوری بهت بگم، نه که افراد بگن ما کلا هیچ اعتقادی نداریم. نه، افرادی که یک کوچولو دو به شکن نسبت به نشونه ها. دسته دوم صحبت میکنم راجع بهشون. افرادی که میگن ما کلا نمیبینیم، هیچ چیزی نمیبینیم، مراقبه میکنیم هیچی نمیبینیم، تکنیکای متافیزیکی انجام میدیم، هیچ چیزی جواب نمیده، با دل و جون و ایمانم میزنم اون تکنیکا رو ولی باز جواب نمیده. دسته دوم این افرادن. دسته سومی که میخوام راجبشون صحبت بکنم یه سری از افرادی هن که کلهم اجمعین ناامیدن. خب، و یه کوچولو هم میخوام با خودت صحبت کنم. پس شاید نمیدونم، بسته به حرف زدن من، شاید این ویدیو یک خورده طولانی بشه، شاید هم خیلی سریع جمع بشه. نمیدونم چون شروع کردم تازه. رفیق، این که میگم این جهان سراسر نشونه است، البته بگم تمام چیزایی که دارم میگم نظر شخصیه. البته تو اومدی تو کانال من، داری منو میبینی دیگه، یعنی این کانال ماست در واقع و من دارم صحبت میکنم، پس داری منو میشنوی. پس چیزی که الان میشنوی نظر این آگاهیه. من یه آگاهیم توی این جسم، نظر این آگاهیه. من نظرم اینه. الان یه سری میان میگن آره میگی من نظرم اینه، بعدا من وارد و وادی نشو. به شخصه نظرم اینه که جهان سراسر نشونه است. بگو چرا؟ به خاطر اینکه تو الان این حضور داشتن، وجود داشتن، اینکه تو الان وجود داری خودش نشونه است. وگرنه بین اون هزاران هزار و یا شاید میلیون ها میلیون اسپرم، چرا تو؟ ببین، دیدی تو فضای مجازی خیلی از این اتفاقی که رخ داده مبالغه میکنن، میان مثلا جوک میسازن از بین اون همه اسپرم من چرا مثلا فلان. خب، ولی سوال اصلیه واقعا چرا تو؟ این خودش یک نشونه‌ایه برای اینکه تو انتخاب شدی. بعضیا میگن ای مثلا توف تو شانس ما، ببخشید با این ادبیات حرف میزنم، توف تو شانس من اومدم تو این دنیا، از بین اون همه اسپرم من اومدم تو این دنیا. نگاه کن تو رو خدا، تو فکر کن مثلا اونا الان اون اسپرمای دیگه میگن که تو رو خدا ما چه شانسی آوردیم نرفتیم تو. ببین حضور تو، وجود تو خودش نشونه است. لطفاً باهاش شوخی نکن. دست من اگر بود، من چون از فضای مجازی اینستاگرامم دارم تدریس زبان میکنم و یکی از منابع، یعنی درآمد من، یکی از درآمدهای من از طریق فضای مجازی اینستاگرامه، چون من با بچه‌ها زبان آموزام در ارتباطم و دارم کسب درآمد میکنم. اگر این ماجرا نبود، امرار معاش به والله میبستم. ببین، اکسپلور پر از چیزهایی که تو رو نگه داره و چقدر هم باهوشن. یعنی این کسایی که میخوان تو بمونی توی اینستاگرام، به والله میبستم. واقعا شوخی ندارم، واقعا میبستم. فایدهش چیه برای من 4 تا کتاب بخونم. البته یه چیز هم بگم، هر کتابی ارزش خوندن نداره، ولی هر کتابی ارزش یه بار خوندن داره. تو بعدش نظر بده ببین خب این کتاب خوب نبود، این کتاب خوب بود. خب، ولی وقتی ذهن تو درگیر تصاویر و فیلم ها میکنی، وای خدای من، وای. یعنی یکی از آرزوهامه یک روزی تمام صفحه اینستاگرام خودمو بسپارم به یه نفر، بگم بیا اینو بگی تو ببر جلو، بد اعتماد دارم، عالی هستی، تو بگی کلهم اجمعین ببر جلو. یعنی یکی از آرزوهامه.
درگیر اون قسمتش نباشم. ولی خب چه کنم که حتی اگر ادمین ها، من 3 تا ادمین دارم، ادمین ها هم تو فضای مجازی جواب میدن، باز زبان آموزا دوست دارن که با خود من، یعنی میگن که میشه به میترا جون این رو برسونه، میشه مثلا با میترا جون صحبت بکنید. کسایی که میان تلگرام ادمینا جواب میدن مستقیما میگن میشه اینو برای میترا جون بفرستید ببینید نظرش چیه. میخوان با من در ارتباط باشن و این یه خورده کار من رو فعلا سخت میکنه. ولی آرزومه ببندم، آقا صفحه اینستاگرام ببندم، یوتیوب هم دوست ندارم ببندم. بگو چرا؟ چون اینجا جاییه که من انگلیسی حرف نمیزنم، که آموزش انگلیسی نمیدم، آموزش زندگی هم نمیدم، آموزش متافیزیک هم نمیدم. اینجا از تجربه هم حرف میزنم و حالم خوبه و مطمئنم اون قضیه one personی که همیشه میگفتم one person رخ داده و اینجا یک نفر من رو میشنوه و این خیلی خوشاینده. این برای من نشون است. من تو خیابون راه میرم، جدی میگم اینا، تو خیابون راه میرم، یک چیزی میبینم، یک مثلا برگ درخت ازگیل، یه ذره نزدیکش میشم، باز نزدیکتر میشم، دست میزنم بهش، اگه دستم برسه به اون برگه دست میزنم بهش، میرم جیب از نزدیک این شکلی نگاش میکنم، تو اون انشعاب های داخلش رو میبینم و میگم وای نشونه خدا. خیلی مهمه چه شکلی به قضیه نگاه میکنی. دسته اول، حالا من ترتیبش یادم رفته ولی بذار این شکلی بگم، اون دسته از افرادی که میان میگن چی شروور میگی، من چی داری میگی، ای کاش به برگا نگاه کنن. به برگ تو اگر نظرت اینه من دارم شروور میگم یا چنل های اینجوری زردن فلانن، به برگ زیاد نگاه کن، ببین چی آیدت میشه. من چند وقت پیش یه مستند داشتم نگاه میکردم در رابطه با گیاهان و اینا. توی اون مستنده میگفت که موجوداتی که وجود دارن، انسان، حیوان، گیاه، حالا حیوان که خود چند دسته میشه، حشرات و این، میگفتش که بالاترین فرکانس و انرژی رو گیاهان دارن، یعنی آخرین تجلی اون وجود در گیاهانه، یعنی گیاهان بیشترین فرکانس رو دارن و چقدر زیباست. من اگر توی جهانی وجود دارم که گیاه هست، این خودش نشون است. سیر تکامل من این شکلی بایست می بود که من اینجا باشم. کجا بایست می بودم؟ کجا بایست می بودم واقعا؟ همین درسته، همینه. بایست اینجا باشم. این احتمال، این لحظه از من باید اینجا باشه. اگر توی شرایطی هستی که میگی چرا این اتفاقا برای من میفته، برای کی باید بیفته؟ برای کی باید بیفته؟ تو میگی بابا تصادف کردم، افتضاح فلان شد، تصادف دیگه، حالا این تصادف عدل باید برای من میافتاد. بله توی این حالت هست تو، این احتمال تو، این تصادف باید برای تو میافتاد که یک درسی بگیری، که منجر به یک چیزی بشه که نشونه‌ای باشه برای تو. رفیق، چیزی که دارم بهت میگم به خدا قسم بعد از مراقبه اومدم دارم ضبط میکنم، گفتم حرف بزنم یه خورده باهات و یه سری چیزها رو برات باز کنم. چند وقت پیش یکی از من پرسید که جادو جنبل واقعیه؟ یعنی طرف میره دعا کنه فلان. بهش گفتم بله اگر تو باور داشته باشی. نه فلانی میگفت من اصلا به جادو اینا اعتقادی ندارم، من اصلا به دعا اعتقادی ندارم، بعد فلانی براش دعا گرفت و زندگیش نابود شد. پس اونی که میگفت من به دعا اعتقادی ندارم، خب اعتقادی نداشت، چرا براش اتفاق افتاد؟ بهش گفتم اون به دعا اعتقاد نداشت، درسته، ولی دائما تکرار میکرد من چقدر بدبختم، چه بدبیاری، اون یکی حسوده، چشم زخم خوردم فلانم. درسته به دعا معتقد نبود، ولی به چیزهای دیگه شدیداً اعتقاد داشت که تو زندگیش رقم خورد. هر چیزی که الان دور و برته داره به تو سیگنال میده، نشونه ای از چندین ماه بعده. امروز داشتم با مراجعه کننده صحبت میکردم، بهش گفتم که تو 2-3 ماه قبل مراقبه انجام میدادی، خیلی اوکی بودی و الان داری نتیجهشو میبینی.
داری به من میگه انقدر همه چی خوبه، شک کردم نکنه فلان جا قراره یه اتفاق بدی بیفته. نه یعنی چی؟ همه چیز نباید انقدر خوب باشه. بهش گفتم تو 2 ماه قبل مراقبه میکردی و مینوشتی، الان داری نتیجهشو میبینی. گفتم با انتظار داشته باش 2 ماه بعد ممکنه فس بشی. چرا؟ چون الان اون مراقبه ها رو انجام نمیدی. انگاری کائنات این خط نمودارش همیشه از ما جلوتره. بهش گفتم امروز، گفتم انگاری از ما خیلی جلوتره. نتیجه اعمال الان ما رو تا برای من اینجوری حداقل تا 2 ماه بعد به من میده. و باز براش تکنیک متافیزیکی جملات تأکیدی رو مثال زدم. گفتم من هر وقت میام جمله تأکیدی راجع به افزایش درآمدم میگم، نشونه‌هاشو میبینم. من میام تکنیک میزنم، مثلا میگم خدای شکر درآمد من به 900 میلیون تومان رسیده است. خود 900 میلیون رو نمیبینم که اون مبلغش بیاد تو کارتم، یه عالمه عدد 9 میبینم. 900 میلیون تومان رو تو تبلیغات تلویزیون میبینم. عدد 9 رو زیاد میبینم. گفتم اینو. یا میاد مثلا صحبت میشه بین من و حالا مثلا اقوام، فلانی میگه طرف زمینش رو 9 میلیارد 9 میلیارد زمینش رو فروخت. 9 میلیارد به تومن میشه 900 میلیون تومان، 9 میلیارد ریال. و خیلی خیلی میاد. بعد یهو میبینم واریزی دارم، واریزی 9 میلیونی، چون کلاس خصوصی بچه‌های مبلغه. مثلا من میگم این جملات رو و این اثرش داره، این نشونه‌هاش رو به من میده. حالا فکر کن من اگه با یه فرکانس بالاتر بگم، خودش میاد. خودش میاد. خواهش میکنم، تقاضا میکنم، بپذیر، قبول کن که این جهانی که الان توش هستیم، این برگ گل، من، صندلی، تو، این دوربین، دیوار، به اینا خلاصه نمیشه. به یک چیزی چیه؟ به چندین چیز فراتر. مثل اونجایی که دکتر جاد اسپینزا تو مراقبه هاش میگه خلأ رو متصور شو، خالی خالی سیاه، حالا بی نهایت احتمال. به کدوم دوست داری واسه چی؟ خیلی جدی بگیر این مسائل رو. قدری عمیقم الان دارم سعی میکنم جملاتی که به کار میبرم بسیار بسیار دقیق باشه، از عمق جونم بیاد بیرون، به عمق جانت بشینه. دقت کردی هرچی بیشتر چنگ میزنیم که یک چیزی بشه، نشونهاش هم میبینیم. بعد میگیم نشونه دیدم پس میشه. باز دوباره میریم بهش فکر میکنیم، درگیرش میشیم و بعد انگار اون اتفاق رقم نمیخوره و ما بیشتر درگیر میشیم. ولی وقتی میگیم بابا بیخیال، خدای سپردم به خودت، انگاری بهتر میره جلو. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. آن نفسی که با خود، اون لحظه‌ای که با خودتی، درگیر مسائلی، یه پشه، یه موجود کوچولو مثل پشه میتونه به هم بریزه تو رو. یه فکر منفی کوچولو گفتم تو رو از پا در میاره. ولی اون لحظه، ولی آن لحظه‌ای که بی خودی رها کردی، پیل شکار آیدت. پیل میشه فیل شکار آیدت. تو نمیری فیل شکار کنی. لحظه که رها کردی دیگه نمیری مثلا دنبال شکار کردن فیل خودش میاد سمت تو. اون جایی که فکر میکنم امام علی گفته، اگر نمیدونم اشتباه نکنم، الرزق و رزقان. من عربیم خیلی خوب نیست. میگه رزق اونیه که میاد سمتت، رزقان میاد سمت تو، رزق و روزی دیگه اون پیدات میکنه. و یه جا این همزمانی قشنگی که برای من رخ داد این بود که من وقتی این جمله رو خوندم، الرزق و رزقان، باز میگم اگه جمله اشتباه نباشه، رزق و روزی اونیه که سمت تو میاد. همون روز هم مراقبه ای رو انجام دادم که میگفتش که توی اون احتمال های متعدد فراوانی رو پیدا کن. اون احتمالی که فراوانی توشه، حالا فراوانی اومد سمت تو. تصور کن که فراوانی اومد سمت تو، چه احساسی داری؟ فراوانی تو رو پیدا کرد، تو دیگه دنبال فراوانی نیستی. و این همزمانی برای من نشونه بوده. برای کسی که قلبش بسته است، میاد میگه که
من همه کارا رو با جون و دل و ایمان و همه چیز رو درست انجام دادم ولی نشد. و تو قلبت بسته است عزیز جان، چون تو میای مینویسی نشد که نشه. اصلا تو تکرار نمی کنی، تو استمرار نداری. بعد دوباره میاد مثلا طرف میگه نه من با استمرار و جون و دل و همه چی، من با همه چی انجام دادم نشد. خب تو قلبت رو باید باز کنی عزیز جان من. تو باید خیلی مشتاقتر باشی، خیلی ببینی، خیلی بفهمی، خیلی بخونی، خیلی بدونی. تو فکر میکنی جهان این شکلی کار میکنه که اون نفری که مثلا یه بلاگر تصور کن اومده کار میکنه، پول در میاره، ساعت 3 صبح بلند میشه و ویدیو میگیره. یهو 3 صبح یه ایده به ذهنش میرسه، ویدیو میگیره و حالا نگه میداره، فرداش آپلود میکنه، برنامه میچینه و تو فقط صرفا داری نگاش میکنی. بعد میبینی یه ماشین خریده مثلا بعد 6 ماه. بعد تو میگی های نگاه کن تو رو خدا، و تو فقط باز نگاش میکنی، تو کاری نمی کنی. اون داره خودش به نتیجه میرسه با تلاش خودش و تو اونا رو نمیبینی. تو 3 صبح بیدار شدنش رو نمیبینی، تو کار کردنش رو نمیبینی و فقط بیرحمانه نظر میدی، میگی ببین تو رو خدا نگاش کن، ببین کیا اومدن بالا، ببین با چه شر و ورایی، با چه نمیدونم به اینجور افراد چی بگم. و جالب اینجاست که خنده داره، نه ناراحتم نه خوشحال راجع به این قضیه، فقط سوال میشه برام چه چیزی تو رو درگیر مسئله غیر از مسئله زندگی خودت میکنه و چرا باید این اجازه رو اصلا به خودت بدی که درگیر مسائل غیر از مسائل زندگی خودت بشی. کاش من یه خورده خودم حس میکنم توی این ویدیو آرومتر صحبت میکنم، پراکنده تر صحبت میکنم، چون بیشتر دلم میخواست از نشونه ها بگم و روی صحبتم فقط خود تو باشه، انگار که یه جلسه مشاوره است اصلا، انگار که یه ویدیو یوتیوب بیام بگم سلام چطوری، وقتت بخیر، زنگوله رو فشار بده، نمیدونم. نه الان رو این مود نیستم واقعا. بیشتر دلم میخواد یه چیزی رو از عمق وجودت بفهمی که چقدر شایسته ای. اصلا من به خدا بغض کردم، مو به تنم سیخ شده همین الان. ممکنه من اصلا این ویدیو رو برای خود آیندم دارم ضبط میکنم، نمیدونم. یه خورده ناآگاه هم نسبت به این قضیه. ممکنه من 1 سال بعد، 6 ماه بعد تحت یه شرایطی باشم که نیاز داشته باشم این حرفا رو بشنوم که با به خدا تو شایسته ای. حالا بیا تصور کنیم که تو 6 ماه بعد نیستیم، من و تو همین الان نیاز داریم یکی بهمون بگه و این آگاهی بدن میترا روحی نه، این آگاهی داره بهت میگه بابا به خدا تو شایسته خیلی بیشتر از این حرفایی. خودت رو ببین، یه بازیه راه انداختن، وارد بازیشون نشو. یه بازی راه انداختن که تو سلیقه نداشته باشی برای خودت، هرچی ترنده رو بری سری استفاده کنی. من کاری ندارم با اونایی که تولید کننده محتوان، اونا بندای خدا اتفاقا هرچی ترنده رو برای ویو گرفتن باید استفاده کنن، و خصوصا کسایی که محصول دارن. طرف جینگلی مستون میفروشه، میگه خب ترند دیگه، بخوام ویو بگیرم، بخوام محصولمو نشون بدم، باید از این آهنگ استفاده کنم. نازش هست، استفاده کن، برو به کسب و کارت برس. من صحبتم سلیقه توئه، رفتار و منش توئه. تو میبینی فلان چیز مده، فلان کفش مده، برم بخرم چون مده. وارد بازیشون نشو. سلیقه خاص خودت رو داشته باش، چیزی که خودت عشق میکنی باش. آخه من با چیزی که الان اینجا دیدم عشق کردم. خب اگه با این عشق کردی، 1-2 هفته بعد یه مدل دیگر رو زیاد ببینی، با اون عشق میکنی، چون داره زیاد تکرار میشه. گفتم یه بازیه و تو وارد بازیشو میشی. حالا اینو تعمیم بدیم یه کوچولو به زندگی. یک مدلی ساختنت با فضای مجازی. گفتم دوباره برگردم به همون جملم، من اگر کسب و کارم مثل اون کسی میمونه که آنلاین شاپ داره، من اگر کسب و کارم یه بخشش توی فضای مجازی اینستاگرام نبود، به والله میبستم پیجمو. میخوام چی کار کنم؟
چیکار کنم؟ یک مدلی داشتم میگفتم، یه مدلی باهات برخورد میکنن که تو به خودت میای میبینی که یک آگاه ناآگاهی، یک کسی هستی که هزاران فیلم و دلنوشته و ویدیو و کتاب و خلاصه کتاب و پادکست و اینا میدونی ولی هیچ ایده ای راجع به هیچ کدومشون نداری. پر از اطلاعات و عکس و فیلمی که هیچ کدوم یادت نمیاد، ببینی میگه اینو دیدم، چرا آره میدونم کدوم میگی، و تو برای خودت وقتی نداری. ما مدلی شدیم که اگر توی مطب دکتر، توی بذار مثالای مثبت‌تر بزنم، تو صف بستنی فروشی، تو یه جایی باشیم ببینیم وقت داریم، گوشی رو در میاریم، در جا گوشی رو در میاریم. طرف کامنت گذاشته خب تو هم سرت تو گوشی داری پول در میاری. بله ولی من دارم ضبط میکنم این رو. مطمئن باش ضبط تموم شه برمیگردم به دنیای خودم، به دنیای کتابا، مراقبه. من اینجام که آگاهی برسونم، نه کار دیگه ای. و به والله قسم توش هیچ گونه غرور و تکبری نیست. من اینجام آگاهی برسونم. نه اصلا شاید این چیز که من دارم میگم اصلا اشتباه باشه. من اینجا یوتیوب داریم حرف میزنیم، فیلم و ویدیوی تو یوتیوب. ای کاش یه خورده همدیگه رو بیشتر بفهمیم. من الان یه چیزی برات تعریف کنم، تو میگی تو دیگه زیاد از حد دیگه از اون ور بوم افتادی و فلان و اینا. یک بار توی ماشین بودم، طرف از پشت زد و مقصر بود. انتظار میرفت که پیاده شیم، داد و بیداد و فلان. پیاده شدم، گفتم تصادف، فرصت جدیدی برای آشنایی با یک نفر. دست دادم باش حرف زدم. اگر یه نفر دیگه بود کما اینکه باید عصبانی میشدم، ولی خب فرصت آشنایی بود. شاید اون آدم باید تو مسیر من قرار میگرفت. تو شاید بگی از اون ور بوم افتادی، نمیدونم شاید افتادم از اون ور بوم، یا شاید به یک نقطه‌ای رسیدم که هر چیزی یک نشونه است، هر چیزی درسه. من معتقدم خدا انسان رو میخواد به تکامل برسونه و توی این سیر تکامل امتحانش میکنه با یه سری چیزها، با یه سری افراد، یه سری کارها. مثلا مثال بزنم، اگر یک زنی خیلی مهربون باشه، خیلی دلرحم باشه، یه شوهری بهش میده که شوهره خیلی دلرحم نیست، خیلی هم بیرحمه، خیلی هم بد اخلاقه، اون خانومه امتحان میشه با اون شوهر. چجوری امتحان میشه؟ نمیخوام بگم آزمایش الهی و فلان اینا، نه، میخوام یه جورایی هم میخوام بگم با اون آزمایش میشه و کم کم از اون حالت نامهربونی بیش از حدش در میاد و خلق و خوی همسرش رو یه کوچولو میگیره. دیگه یکی میشه دوتا اینم داد میزنه، یکی میشه دوتا اینم حرف میزنه به همسرش، و همسرش از اونجایی که خیلی بیرحم و بددهنه، خلق و خوی این زن رو آروم آروم میگیره، یکی دوبارم اون کوتاه میاد. و خدا این تعادل رو میخواد تو به این تعادل برسی. رفیق، اگر الان توی شرایطی هستی، توی جایگاهی هستی که احساس میکنی که خیلی فشار و اضطرابه، خودت رو به تعادل برسون. شاید هست که اصلا تو به تعادل برسی عزیز جانم. یکی دیگه از چیزهایی که برای من نشونه است و من بی نهایت بهش اعتقاد دارم، حالا توی کتب دینی هم اومده، تو اکثر کتب دینی، روز و شب. وحشتناک روز و شب نشونه است. تو میگی روز و شب چه نشونه ایه؟ صبح میشه شب میشه، صبح میشه شب میشه، و زمان تو سیاره ما خطیه رو به جلو. ما میگیم صبح شب صبح شب صبح شب رو به جلو. شاید اینجوری باشه، صبح شب صبح شب، شاید دورانی باشه، تکرار باشه و ما توی این تکرار این شکلی حرکت میکنیم، رو به جلو یا رو به عقب یا رو به بالا رو به پایین. میدونیم امیدوارم منظورم یعنی خدایا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و یحلل عقدة من لسانی، یعنی یه کاری بکن من اینو بفهمونم. ببین تو تصور کن توی این نقطه ای، خب
همه ما فکر میکنیم اینجوری رو به جلو داریم حرکت میکنیم، خطیه. اگر این شکلی باشه چی؟ دورانی و خطی باشه. یعنی چی؟ یعنی که من الان توی این نقطه‌ام، زندگی بالا داره، پایین داره، بالا داره، پایین داره و اینجا قرار میگیرم. حالا میام با یه سری افرادی آشنا میشم، یه ذره میرم جلوتر، بهبودی پیدا میکنم. بالا داره، پایین داره، با اون فرد بالا داره، پایین داره. میرم یه ذره مراقبه میکنم، توسعه فردی دارم، دوباره میرم بالا پایین بالا پایین و این رو اینجوری طی میکنم. درسته؟ بعد اینجا تو این قسمت پایین با یه سری افراد منفی آشنا میشم، اینجوری انگار برمیگردم به شرایط خودم. و این حرکت دورانیه. این شکلی من دوست دارم این رو متوجه بشی. از نقطه A میری رو B، دوباره برمیگردی رو A. یعنی هر چه کنی به خود کنی، دوباره برمیگرده به خودت. امیدوارم مفهوم رو رسونده باشم. روز و شب رو داشتم میگفتم برام نشونه است، چون که صبح میشه شب میشه، صبح میشه شب میشه، صبح میشه شب میشه. حالا توی این صبح و شب اینو میخواستم بهت بگم، تو حرکتت اینجوریه یا دوست داری اینجوری باشه توی این صبح ها و شب ها؟ چرا مراقبه ها اکثرا صبح ها و شب ها باید باشه؟ لیل و نهار، روزها و شبها تمامشون نشون است. تو شاید به من بگی خب چی میگی تو؟ چی میگی؟ صبح میشه بعد شب میشه دیگه، یعنی چی؟ یعنی چیه؟ خورشید میاد تو آسمون طلوع و تو این فرصت زندگی رو داری و شب غروب، بعد از غروب شب، فرصت مرور روزت رو داری و خواب، بعد دیگه. اینا نشونه نیست؟ دیگه کائنات باید چی کار بکنه؟ واقعا دیگه باید چی کار بکنه برای تو که بفهمه، یعنی که بفهمی قدرت داری، بسیار قوی قدری، بسیار شایسته برای آفرینش، برای خلق. خیلی دلی بود این ویدیو. دوست داشتم زمان بیشتری داشتم و بیشتر با حرف بزنم، چون دقیقاً بعد ضبط این ویدیو باید برم صحبت کنم با یه مراجعه کننده. خواهش میکنم اصلا فکر کنم این ویدیو برای خودم تو 6 ماه بعد. خواهش میکنم به خودت بیا. مرسی توی مسیری، دمت گرم، واقعا دمت گرم توی مسیری. این خیلی خوشاینده، باریکلا بهت، آفرین بهت، دمت گرم، واقعا دمت گرم. ولی زمانی که فس میشی، میشناسمت، فس میشی، تقاضا میکنم به این لحظه ببخش، به این لحظه‌ای که الان این ویدیو ضبط شده. رفیق جانم، به این لحظه ببخش. تو بسیار شایسته‌ای، بسیار توانایی، بسیار پرقدرتی و اتفاقاً میخوان این قدرت رو به زور از تو بگیرن. چند وقت پیش یه ویدیو دیدم، بگم تموم کنم اینو. یه نوشته خیلی قشنگ بود، میگفت افرادی که سیگاری هستند و دود رو وارد ریه میکنن، حالا هر نوع دودی، بسیار شایسته سخنورین، بسیار آدم‌هایی که، یعنی یه سری موجودات شیطانی و همون ایگو از اینا خیلی میترسه، از این چاکراشون میترسه، برای همین دود رو وارد ریه هاشون میکنه، افکارشون رو به هم میریزونه که دود رو وارد ریه بکنن، که نتونن خوب صحبت بکنن، که کلامشون صادقانه نباشه خیلی و جلو، چون بسیار قوی قدرن، صحبت کنن دیوونه میشی. با سیگار، با دود جلوی اینا رو میگیرن. پس اگر تمایل به دود و سیگار داری، مطمئن باش وحشتناک شایسته ای. انجام نده ببین چی رخ میده برات. جدی دارم میگم اینو. امیدوارم ویدیو برات مفید بوده باشه. اگه از آینده میبینی، بازم میگم لیاقتت بیشتر از این حرفاست. اگه همین الان داری میبینی، دوستت دارم. به تغییر مثبتت بسیار بسیار مشتاقم. از آسمون زمین، من همیشه به من میگن از زمین که نمیباره. یعنی چی از آسمون و زمین برات عشق بباره؟ تو تصورت اینه از آسمون بارش باران داریم، یعنی تصورت بر اساس چیزهایی که دیدی عینیه.
بارون رو دیدی از بالا میباره و میگی خب بارشه دیگه. گیاه هم از پایین میروید برای این رویش و برای اون بارش در نظر گرفتی. ولی اگه همه اینا رو بپیچونی، آپساید داون کنی، اینجوری کنی، دوباره این شکلی کنی، میبینی که کلن داره میباره. از آسمون و زمین برات عشق، معرفت، سلامتی، ثروت بباره. باز میگم اگه اولین بار منو میبینی، من همینم، سرم درد میکنه برای مباحث متافیزیک و انقدری توی زندگی به حدی تغییر ایجاد کردم که دوست دارم این رو تو هم متوجه بشی، تو هم بفهمی که یک خدا در درون تو همین الان زنده است. عزیز جان منی، شب و روزت بهشت. Baby, are you holding on to me? 'Cause I don't